6 صبح بود که دستگیر شدم. سعادت آباد بودم، خونه مادرم. یک شب قبلش کنسرت داشتم، مثلا تو یک شب عرش به فرش رو دیدم. اون همه احترام و عزت و عکس و فلان و یه دفعه چشم وا کردم دیدم تو زندان تهران بزرگ. مثلا کسی باور نمی‌کرد. زندانیا فکر می‌کردن اومدیم کلیپ بگیریم. امروز میریم کلاً دیگه شد 5 سال. خانومم خیلی اذیت شد. بعد از چند سال مادرمو دیدم تو دادگاه. از پله‌های دادگاه داشتم بالا میرفتم، من ماسک میزدم کسی منو نبینه. پیرزن داره میاد جلوی من، خیلی داره نزدیکتر میشه. فهمیدم که میخواد منو بغل کنه. تو ذهن خودم بودم طرفدارم باشه نمیاد منو بغل کنه. بعد از زیر ماسک چجوری منو شناخت. یعنی به جون بچم مثلا نشناختم مادرم، انقدر پیر شده. شاید بگم مثلا 10 کیلو کم کرده بود. مثلا دیدمش اصلا حالم بد شد. زجر اصلی اونا میکشن، حرف مردم، نگاهی مردم. خانومم شاید دوستم داشت مون، وگرنه هر کسی دیگه بود میرم. از نزدیکترین کسایی هم که تو زندگیش بودن افشین، نزدیکترین اشخاصی که تو زندگی من بودن، یک نفر واسه من سند نداشت. همه هم داشتن. جون بچه ما از تو دیوار سند گراییم. ولی الان که بیرونم به قول شما خب میذارن، ارزشی نداره. پس میگن روز بد برادر نداره. همینه.